پس توحید چی معنی دارد؟ توحید در لغت مصدر و ریشه وحد یوحدو می باشد. معنایش یگانه دانستن یک چیز، یا که یک چیز را یگانه دانستن، تنها و بی شریک و یکتا و دانستن. خیلی که علما در کتاب لغت میگویند ای جعل الشیء واحد، با تحقیق کردن نفی و اثبات. بارک الله فیکم. اما توحید در اصطلاح شریعت خیلی که شیخ علامه محمد ابن سلیمان التمیمی در کتاب اصول الدین الاسلامی خود تعریف کرده اند در صفحه 7 این است که هو افراد الله بالعباده و اثبات اتصافه بما وصف به نفسه و وصفه به رسوله او رسوله و تنزیهه عن النقائص والعیوب و مشابهة المخلوق. توحید یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، تنها بودن الله رب العزة والجلال و دانستن این در عبادت، و اثبات کردن تمام صفاتهایی که الله رب العزة والجلال خودش را وصف کرده است، ثابت کردن تمام وصفهایی که الله و این چنین رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم به الله وصف کرده اند، و تنزیه و پاک کردن الله رب العزة والجلال از کمبودی و نقصانها و از عیب و این چنین از مثل و مانند کردن الله به مخلوقین. یعنی الله را ما پاک میکنیم. توحید یعنی پاک کردن الله از تشبیه و تمثیل و تعطیل و عیب و نقصان.